سلام بچه‌ها، چطورین؟ آقا به گفته شما من اومدم با چلو کباب کوبیده ایرانی، یه غذای اصیل فوق‌العاده خوشمزه که تمام دنیا عاشقشن. شما چی؟ آیا به این غذا علاقه دارین؟ چلو کباب ایرانی رو به نظر من فقط باید با دوغ زد، اونم داخل کاسه روحی با یخ. به به. حالا با دست اینجوری میچرخونی یخو، بفرمایید. وای به، چقدر حال میده بچه‌ها. بفرستیم برای کسایی که عاشق کوبیدن. بریم تو کارش. دروش هم که دیگه باید اینجوری بزنی رو کوبیده. پوست گوجرم بگیریم و آقا بریم تو کارش. جاتون به شدت خالی. خوشحال میشم این پست رو بتره کنین. اون قلب پایین قرمزش کن. آقا انصافاً عالیه. به جای تک به تکتون بچه ها خالیه. این چیه نظرتون؟ شما بگین. نمک، لیمو ترش، این دوغه تازه الان یخ‌تر شده. اینقدر بچه ها دلم براتون تنگ شده بود. 1 ماه بود نبودم دیگه، درسته؟ ولی دم اونایی که به سراغ ما گرفتن، دایرکت دادن، نگران شدن کجایی تسته. جاتون خالی. کباب کوبیده میزنیم، به قول رفیقمون کوبیده میزنیم با جوجه. به لیمو ترشا رو بزنیم بشوره ببره. اینم برای بچه‌های پشت صحنه. بچه‌ها شما که خودتون میدونین من میز رو جمع میکنم، یعنی سفره رو جمعش میکنم، اما گناه دارم بابا بچه‌ها. دوستتون دارم. خداحافظ. راستی غذای بعدی هم شما بگین چی باشه.